بعد از 2-3 ساعت از کوه بالا پایین رفتن و درست کردن یه اجاق مشتی و آتیش مرتب، پیازامونو یواش خرد میکنیم، مدل بندری ها. سیب زمینیامون نازک میکنیم چیپسی، نگاه از این ور کاردو او ور کاردو معلومه. کلوف نباید باشه، آروم آروم، عجله نداریم که ها. جمعشون میکنیم، میرسیم به گوشتو. این گوشت کجان؟ سر راسته گوساله. مواظب باش تهش بهت ندم. نیم سانت خوردش میکنی. نگاه از پهنا یواش. اینجاش براتون تون کردم که حوصلتون سر نره. گوشتوری که خورد کردیم مایتابمونو میذاریم رو آتیشو تا داغ شه. یه بچه روغنی بهش اضافه میکنیم، پیازامونو حل میدیم توش و ادویه رو بهش میزنیم. برای چی؟ برای که کاراملایز شه. پیاز کاراملایز برای ساندویچمون مورد نیازه. اینجوری که شد ورش میداریم، همش وردار که نسوزه تو مایتابو. بعد پیازا نوبت سیب زمینی هست. سیب زمینی ها رو پهن میکنیم، چیپسی که شد ورش میداریم. حالا گوشتور میاریم، یواش حلش میدیم تو روغن. نگاه روغنت که داغ باشه گوشتور رنگش عوض میشه. نگاه چه گوشتیه؟ گوشتت که آب انداخت یعنی کاراش شده، چون نازک بریدیش. پیازار پهن میکنیم کف مایتابو تا داغ شه مرتب. عجله هم نداریم. نون چاباتامونو از وسط نصف میکنیم، پیاز روش پهن میکنیم، سیب زمینی رو ای وای کجا رفتی؟ میچینیم روش. این دوتور نتونستن نخورن، دادم رفیقو، یکشم فکر کنم خودم خورد. گوشتار میچینیم روش. همه گوشتار میچینیم روش. حالا از وسط مرتب نصفش میکنیم. ببین چی شد. این ساندویجو سس نمیخواد، لیمو کاراشو میکنه. جاتون سبز.